على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. از پریشان حالی و تنگ دستی غم مخور، ارزش تو چیزی دیگر است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. علی خداوند از او راضی باد میگوید: کارهای خوبی که هر کس انجام می دهد ارزش او هستند. ارزش عالم علم اوست، چی کم باشد و چی زیاد. ارزش شاعر شعر اوست، چی خوب باشد و چی بد. هر استعداد و حرفه‌ای که انسان داشته باشد ارزش او نزد انسانها همان حرفه و استعداد است. پس انسان باید کوشش بکند تا ارزش خود را بالا ببردارد و با عمل صالح خود قیمت خود را بیشتر نماید. انسان باید به وسیله دانش، فرزانگی و سخاوت، نبوغ و آگاهی، تلاش، جستجوی کارهای سودمند، بالا بردن فرهنگ و فکر خویش و نیز از طریق بلند همتی و جوانمردی ارزش خود را بالا ببرد. بله برادر و خواهر عزیزم، هر یکی ما باید ارزش خود را قدردانی بکنیم، چنانه که الله سبحانه و تعالی قدردانی ما کرده و به فرشتگان چنین گفته است: به نام خداوند بخشنده و مهربان. و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین خلیفه می آفرینم. برادر و خواهر عزیزم، خداوند متعال انسانها را، هر یک ما را خلیفه یعنی جانشین خود در زمین حساب کرده است و ما باید با قدر این ارزش خود برسیم و از گناه، از فحشا، از کارهای بد دوری بجوییم و پیروی الله مهربان خود باشیم. چون هر جاینشین تابع و پیروی حاکم خود است و ما باید پیروی پروردگار خود باشیم.